استاد فیزیک دانشجو رو برد پای تخته، بهش گفت که یک قطاری با سرعت 80 کیلومتر در ساعت حرکت میکنی. داخل کوپه خیلی گرمه، چه کار میکنی؟ دانشجو گفت پنجره رو باز میکنم. استاد گفت حالا برام حساب کن با باز کردن پنجره از سرعت قطار چقدر کم میشه. نسبت تبادل فشار هوای داخل کوپه با خارج کوپه رو هم در نظر داشته باش، فردا جواب مسئله رو بیار. دانشجو گفت عجب غلطی کردم. استاد به نفر بعدی گفت تو قطار با سرعت 75 کیلومتر در ساعت داری حرکت میکنی، هوا خیلی گرمه، چه کار میکنی؟ دانشجو گفت که پلیورمو در میارم. استاد گفت دما 50 درجه سانتیگراده. دانشجو گفت همه این لباسامو در میارم. استاد گفت نمیشه که تو کوپه آدمای دیگه هم هستن. دانشجو گفت استاد خیالت راحت باشه، آبروم جلو 100 نفرم که بره اون پنجره لعنتی رو باز نمیکنه. ناکس همه فهمیدن که تو داری عضوای بدبخت بیچاره رو میگی که همه کار میکنه که اون پنجره قیام باز نشه، آبرو بره، هیچ اشکالی هم نداره. خودش میگه بریم تظاهرات رو بندازیم، گزارشگرم خودمون برفرستیم تو صحنه تظاهرات، شعارم بدیم، هر چم از دهنه هر کی در میاد بهمون بگه، فقط دست براندازا نباشه. آی دکتر من همچین منظوری نداشتم. شما برداشتین بحث رو بردین به این جای ناجور. از همینجا برم سراغ این که مقام عظما سر اصلی ترین موضوعاتی که فک نظام رو پیاده کرده موضع نمیگیره. از این اتفاق داخلی که درست نیست اسمشو بیارم. آفرین، این درک استراتژیکی تو رو میرسونه. باریکلا. خواهش میکنم یه عنصر استراتژیک با شما گشته باشه عمرن اگه اسم تظاهرات و اغتشاش و قیام و زدن نیروهای لباس شخصی و بسیج و اینا رو بیاره. اگه من اینا رو بگم که دیگه شایسته مجریگری این برنامه نیستم. به هر حال در این وضعیت وقتی عظما موضع نمیگیره و قاسم سلیمانی و اینجور چیزا رو میفرسته به صحنه، من هوشیاری ایشون رو تحسین میکنم، چون اگه خدای نکرده بیاد جلو موضع بگیره مثل روحانی ضایع میشه. تو زیاد تو نرو، موضع نگرفتن ایشون همچین زیادم خوشحالت نکنه. ممکنه حال استراتژیکیشون به هم خورده باشه. غیبت ممکنه مال پرواز رو قله ها نباشه، مال افتادن ته چا باشه. سربسته بهت میگم، مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که راننده تاکسیه یه آخونده رو سوار کرد، گفت حاج آقا هفته پیش من یه روحانی تقریبا با شکل و شمایل شما سوار کردم که قدرت‌های ماوراء الطبیعه داشت، همین که پیاده شد غیب شد. آخونده دادش رفت هوا، با نعلین حمله کرد به راننده. گفت ناکس پس تو بودی که هفته پیش من رو دریچه فاضلاب پیاده کردی. روشن شد یا با نعلین بهت حمله کنم. آی دکتر حاجی روحانی چی بود این سخنرانیش؟ فقط فوش خرید برای خودش. در مورد اروپا اومد سنبل کنه ولی بدتر شد. بالاخره جواب نداد که حاصل مهلت دادن به اروپا چی شد. تو هم نفست تا جای داغ بلند میشه ها. خب چی بگه بدبخت؟ قرار بود تضمین بدن، تضمین که ندادن هیچی. پولامونم تو آلمان ورداشتن، به جاش یک دماغ سوخته اساسی نشونمون دادن. الانم اروپا اسما شده رونالدو، نگاه چپ میکنه پاسو میده به راست. خب پس باید حساب این روحانی و ظریف و تو مجلس رسید و نقره داغشون کرد که دیگه از این غلطا نکنن. نقره داغو تو خیلی هم باد نزن، چون فقط مال این دوتا نیستا، مال همه است. زیادی هم سر اینا خراب بشه برمیگردونن تو پوز عظما. فهمیدی یا نه؟ هشدار یه چیزیه، نقره داغ یه چیز دیگه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که پسره یه جای سوختگی کوچیکی رو زانوش دید. از مادرش پرسید این جای چیه؟ مادره گفت 5 سالت که بود شلوارک پات بود، چهارشنبه سوری بدون اجازه من با پسرم موات رفتی رو آتیش پریدی. پسره گفت پس اونجا سوخته؟ مادرش گفت نه اونجا هیچی نشد، ولی وقتی اومدی خونه خودمون با قاشق سوزوندیمت که دیگه بی اجازه جایی نری. آیا دکتر یک پیشنهاد عملی دارم در مورد تحریمایی که نتونستیم جلوشون رو بگیریم، اجرایی شدن و دارن فک نظام رو پیاده میکنن. من میگم مثل برجام که اومد و رفت و پاره شد و
آخرش هم هیچ کس یه ترجمه کامل ازش ندید که همه قبول داشته باشنش. من بیان تحریما رو بدیم این تیم عراقچی و ظریف ترجمه کنن، هر چی خواستن توش بنویسن که اینقدر فشار به نظام نیاد. تو هم با این راه حل دادن ناکس مرحوم ابوی همیشه میفهمودن به بهادر عرض میکردم بعد میفهمودن که مشنگه استخدام رادیولوژی شد. مریضه اومد جواب عکسشو بگیره، مشنگه گفت نگاه کن گردن شکسته، ولی با فتوشاپ یه طوری درستش کردم که دکترم نفهمید. برو حالشو ببر وگرنه باید گشت میگرفتی با 1000 تا بدبختی. روشن شد یه همچین بزنم با فتوشاپ راست و ریستت کنم. آیه دکتر، از حرفای ظریف و بحث رئیس کمیسیون امنیت نظام تو مجلس اینا معلوم شد که دارن بحث FATF میکنن. پس چی شد حرف مقام عظما که گفته بود سراغ این کارا نرین؟ این خاک برسری برای نظام نیست؟ جواب این بسیجیای بدبخت چی بدین؟ نه خیر نیست. خاک برسری های الان سر نظام اومده که این توشون گمه. اینو که فقط دیگه عمه خواجه حافظ شیرازی نمیدونست که خود عظما پشتشه، ولی به خاطر همون بسیجیایی که گفتی هی پیف پیف نمیخوام میکرد. خب منم اتفاقا از همینجا ناراحتم. بد و بیرا گفتن بسیجیه دیگه فقط به ظریف و اینا نیست، دامن خود مقام عظما هم گرفته. خب مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم بله، میفرمودن که افسره 200 تا بشین پاشو به سربازه داد. سربازه که داشت بشین پاشوها رو میرفت، افسره بهش گفت من که میدونم تو داری تو دلت به من فوش میدی، ولی این یونیفرم من ضد فوشه. سربازه گفت ببخشید جناب سربان، 7 جد آبادتونم یونیفرم تنشون میکنن. خلاصه بهت بگم الان وضعیت عظما یه طوری ناجور شده که شبای جمعه اموات باید بیا برای شادیش فاتحه بخونن. آیه دکتر این چه حرف کشکی است که تو میزنی؟ کجاش یعنی کشک بود از مردن بدتر این من مثلا.